درود به بچه‌های گل کانال بنیامین بنیز کریتیو. حالتون چطوره دوستان؟ به یک ویدیو دیگه خوش اومدید. دوستان عزیز، من تا به حال ماینکرافت رو اونجوری که باید بازی کنی بازی نکردم. یعنی رفتم و تنظیماتشو دستکاری کردم دیگه، ساده کردم برای خودم و جوری تنظیماتش انجام دادم که یعنی همه چی آزاده برات، میتونی تو هوا پرواز کنی و چه میدونم همه وسایل برات آزاده. ولی امروز توی این ویدیو نه، از امروز توی این ویدیو میخوایم که چی کنیم با هم دیگه بریم و هزاران کار تو ماینکرافت برای اولین بار انجام بدیم. یعنی برای خودمون خونه بسازیم، با زامبیا بجنگیم، شب و قایم بشیم، تخت و فلان هزار تا چیز بسازیم هم دیگه. پس بریم و ماینکرافت خفن داشته باشیم. خب بریم دیگه سراغ ویدیو. خب دوستان، من اومدم حالا، یا خدا، ما وسط یه دنیایی به وجود اومدیم. یعنی وسط دنیایی اومدیم که الان هزاران گل و گیاه هستش. الان باید یه خونه اول برای خودمون بسازیم که شب زامبی پامبیا حمله کردن دهن ما رو سرویس نکنن. چقدر گل اینجا بابا، بنوازم گلا رو. البته یکم چی برای خودمون جمع کنیم، تجهیزات، مهمات. بچه من اسمای اینا رو هم نمیدونم، یعنی اسماشون هم نمیدونم، فقط بازی میکنم. مثلا اسمایی که شما بلدی رو من بلد نیستم. اینجوری بهتون بکنیم مهماتمون رو اندازه یه خونه کوچولو بشه. خب همینقدر فعلا کافیه. اینا رو بکنیم. اینا چی به اون میده؟ وای خدا، کندن اینا خیلی سخته. کنده شد دیگه. توی بچه قراره که امشب هزاران زامبی بریزه سرمون و ما باید از دست این زامبیا فرار کنیم و زنده بمونیم. هدف ما توی این ویدیو زنده موندن، یعنی اینجوری بگم ما باید زنده بمونیم دیگه. در هر صورت باید زنده بمونیم، هر جورم بشه باید زنده بمونیم. خب بچه الان برم یه خونه مانند بسازم. کجا بسازم خونمو؟ اینجا بسازم. عالیه، چقدر جای خوبیه، چقدر قشنگه اینجا. یه کوچولوترش کنم. باید سری برم تخت بسازم، سری. یه پسر خالم ماینکرافت پلیره، ماینکرافت بازی میکنه و سر در میاره. من قبلش یکم مشورت از اون گرفتم، یعنی که باید چی کار کنم و یه سری چیزا رو یاد گرفتم ازش دیگه. الانم از چیزایی که اون بهم یاد داده میخوام با همونا پیش بریم دیگه، با همون چیزی، یه ذره اطلاعاتی که داریم. مثلا تخت چجوری میسازن، چجوری میسازن. خب اینو یکم ارتفاعش رو بلندتر کنیم. مهماتمون رو تموم شدنه. تا قبل از اینکه شب بشه یه گوسفند، خدا یه گوسفند جلوی چشم ما بذار، من دیگه چی ازت نمیخوام. خدا گوسفند. مهماتمون تمام میشه، سختیش همینه که مهمات باید جمع کنیم. بچه مگه اینا مگه نمیاسته چیزی بهت بدن؟ زغال بهش میگفتن، چی بهش میگفتن؟ مگه نباید از اینا بهتون بدن؟ پس چرا من نمیده؟ ای خدا. بکنیم. چند تا شد؟ 21. چند تا دیگه بکنم. چی دیگه بابا، 400 تا. بتونم یه دونه شمشیر یا یه دونه کلنگ برای خودم بیلی بسازم، خیلی خوب میشه. میخوام 64 تا سرخانه کن که اینا کلا 64 تا جا دارن. به خاطر همین 64 تا میتونیم پرش کنیم. برم سریع تخت چوب پیدا کنم، یه دونه گوسفندم پیدا کنم. بچه یه صبر کنید، به من صدام زدن دقیقه رفتم چیزی آوردم. خب 64 تا اون پر شد. حالا بزن بریم سراغ خونمون یکم بزرگترش کنیم. اگه نتونستیم شب
یک تختی بسازیم تا شب زامبی ها حداقل نخورن. های خب 3 طبقه باشه. هنگ میکنه میشیم هنگ میکنه. سخواه مخه 39 تا مهم ای با یادم رفت اسمشو چی بود اسمش. مهماتمون رو داریم تموم میکنیم. نه اندازه میشه. بعد یه در برم براش بسازم 4 تا 5 تا چوب پیدا کنم بر پایین. خب بریم چوب واو چوب داریم. چند تا باید 4 تا 3 تا یا 4 تا میتونم. خب اینجا بریم یه دونه از اینا اول یه دونه از اینا بعد اینا بیاریمش اینجا. میریم یه دونه از اینا در میاریم یه دونه از اینا. آخ جونم همه چیز بهم داد. خب حالا بریم داخل خونمون. خب اینجا رو بذاریم. الان بریم چند تا چیز نیست برای خودمون وسیله بسازیم. خب الان ما چیا لازم داریم؟ این که آتیش نیاز به زغال داریم و 2 تا دیگه از اینا از این زغالوها. خب پس اینا چی هن؟ داره ازش بگیریم چی داد بهمون؟ آخ خب در ببینیم. در 2 تا دیگه از اینا نیاز دارم. بریم اینجا صبر کنید. بیاد اینجا بریم اینجا یه دونه دیگه. عالی شد. صبر کنید دیگه. خب بریم. نه صبر کنید تا برم کاری انجام. صبر کنید. همین در نه تخت بذار ببینیم میتونیم بسازیم تخت. وای نه. خب درمونم اوکی شد. حالا یه دری برای خودمون بذاریم اینجا بذاریم در. وای من تخت نگران تختم بچه ها. تخت یعنی ترسم گوستن میاد وقتی که نتونیم تختمون رو بزنیم. سخت بزنیم 10 تا مهمات دیگه داریم. ما بالا به پایان وای تموم شد. بزنیم از این دیوارا خودش دیوارا بکنم. یه دونه از اینا میکنم چی برامون بشه. همین چی بهش میگن پنجره بشه که نور وارد خونمون بشه. گوشی رو باید بزنم تو دیوار خوردش کنم. هنگ میکنه اصلا من خورد میکنه. خب بچه اینجوری چرا داره اینجوری هنگ میکنه بچه؟ سب که من ببینم میتونم درستش کنم. بچه فکر کنم وقتی که ویدیو میگیرم اینجوری میشه. الان دارم ویدیو میگیرم حالا ویدیو رو قطع میکنم. خب بچه من رفتم از بازی خارج شدم دوباره اومدم داخل بازی. بچه بازی من میگم بازی من خدا. بچه من رفتم اینجا از اینجا آره رفتم اینجا رو کندم از داخل خود خونه. رفتم زیر زمین که مهمات جمع کردم آوردم و میبینید 2 تا از اینا جمع کردم. خب ببینیم باش چی میتونیم بسازیم. ببینیم خب الان اول پنجره 5 تا شیشه. چجوری شیشه است بچه؟ من میگم از ماینکرافت سر در نمیارم. شما تو کامنت ها چی کنید یکم راهنمایی کنید که چی کنیم با هم دیگه یه ماینکرافت پلیر خفنی بشیم. خب دفتر بچه اگر من چی داشته باشم بتونم از اینا یه دونه از این برگه ها پیدا کنم بتونم نقشه برای خودم بسازم. بعد با اون نقشه دیگه گم و گور نمیشیم. خب چی رو ببینیم داریم. خب بریم یه دونه از اینا دارم. اول
ببینیم میتونیم چوب داریم، چوب نداریم. الان شمشیر داریم. ای زامبیای بد، وای خدا، باید صبر کنم تا صبح بشه بچه ها. اما باید چیکار کنیم اینجا؟ پس صبر بکنیم تا صبح بشه. خب بچه ها صبح نشد بچه ها، ولی من میخوام زامبی ها رو دونه دونه بکشونم تو خونه بکشمشون و دیگه همینجوری یه زامبی ها بجنگیم و دیگه سالان کیف کنیم و حال کنیم. خب الان بچه من یه زامبی رو آوردم داخل و یه چیزی انگاری بهم داد، یه از اینا بهم داد و یه چیز دیگه هم گفت این بچه من باید برم 1 2 3 4 5 6 7 8 تا چوب باید پیدا کنم تا اینا بهم بده. این بچه خیلی عالیه. وقتی من اینو پیدا کنم بعد میتونم این وسایلامو بریزم اونجا، اگه مردم دیگه اون وسایلام اونجا و دیگه من چیامو از دست نمیدم، ولی اگه اینا باشن بمیرم کل وسایلامو از دست میدم. بچه الان یه زامبی اومد، کلاه اینا نداره. نه بیا داخل. بود ببینیم بشینش. بچه نظرتون چی؟ بریم بیرون تا میتونیم بکشیم دیگه است. آره یه دونه است. وای بیا تو اینجا یه مار دارم رو پای میزنه. بیا داخل. داره ببندیم شست ساخت منو میزنیم بی تربیت. نظر وای بچه ها برو داخل. هنگ نکن. وای ترسیدم بچه ها. این چی بهشون میگن؟ اسم خوبی داشته، همین انتحاری ها اینا. وای بدترین موجودات این بازی هم انتحاری ها. نقدر میترسم از انتحاری ها، از زامبی نمیترسم ولی از انتحاری ها میترسم. میان کنارت بعد میزنن دارت میبرن رو هوا. چه ازش این بازی چی ساخته؟ ولی خدایی که بچه ماینکرافت خیلی بازی قشنگه. یعنی میخوام دور از ویدیو بگم، واقعا ماینکرافت بازی قشنگیه. داره صبح میشه، جونم داره صبح میشه. خب ماینکرافت واقعا بچه بازی قشنگیه، عالیه ماینکرافت. بچه راستی من اسم کانالمون رو عوض کردیم، اسمش رو گذاشتیم بنیز کریتیوب. بنیز همون ترکیب اسم منه، بنیامین، من گذاشتمش بنیز. کریتیوب هم به معنی خلق کردن. کریتیوب معنیش میشه همون بنیز که اسم خودمه تقریبا. کریتیوب هم به معنی خلق کردن در یوتیوب. میدونید کریت فکر کنم میشد به معنی خلق کردن، تیوب که ته همون آخر کلمه یوتیوبه. من اینا رو ترکیب کردم و شد بنیز کریتیوب. نظرتون چیه بچه ها راجع به اسم جدیدمون؟ و یه لوگو جدیدم دارم میسازم، هم لوگوشه هم لوگو موشنش. هر دوتاشو دارم فعلا میسازم که این کانال خفن داشته باشه. و بچه ها یه چیزی، اگه دوست دارید من بیام و چی کنم، همین یک کانال دیگه بزنم و اونجا آموزش هوش مصنوعی و ادیت اینا براتون بدم، تو کامنت ها یه آره یا نه بنویسید که من بدونم یک چی بزنم. یا آخه من هوش مصنوعی اینا یه خورده کوچولو آشنایی دارم باشون و حالا ساخت لوگو موشن و لوگو چه میدونم از این چیزا ادیت و اینا بگید که من حتما براتون چی کنم، چی بهش میگن، یادتون بدم داخل اون کانال ویدیوهای چیزی براتون بذارم، هوش مصنوعی و اینا براتون بذارم. توی پیج اینستاگرامی هم که اگه نداریش تو لینکش توی چی هستش، توی بخش توضیحات کانال هست، اونجا داری لینک پیج اینستاگرامی ما رو میبینیم. برید داخل پیج اینستاگرامی من یه حرف چنگه ویدیوی آموزشی راجع به همین هوش مصنوعی و ادیت اینا براتون میذارم. و بچه‌ها یه چیز دیگه چی می‌خواستم بگم؟ آره بچه‌ها نکنید من تو کار ادیت ویدیو هم، خب ادیت ویدیو براتون انجام میدم. اگه میخوای که حالا ویدیو تو برات ادیت کنم یا ادیتور میخوای چی کن؟ بیا توی دایرکت پیج اینستاگرامی من، حالا من شمارمو نه یا همون بیا داخل دایرکت پیج اینستاگرامم، اونجا یه چت با هم میکنیم. حالا ویدیو تو برام بفرست، یه ویدیوهای کوتاه، ویدیوهای بلند و نه مثلا
ویدیوهای یوتیوب و اینا فعلا امکاناتش نیست، ولی مثلا خواستی یه ویدیو کوتاه مثلا ادیت کنی، یه ویدیو اینستاگرامی داری میخوای ادیتش کنی، یا یه ویدیوی مثلا برای یوتیوبت میخوای ادیتش کنی، یا ویدیوهای بلند هم میخوای ادیت کنی، زیر مثلا 7-8 دقیقه نباشه که یکم سخت میشه. ولی اگر مثلا خواستی که چی کنی، من در خدمتم. بیا توی توی دایرکت اینستاگرامی، اونجا یه چت با هم میکنیم و دیگه چی میکنیم. وای چقدر میکنم دیگه اونجا با هم چت میکنیم و ویدیو تو برام میفرستی و شرایط و اینا رو بهت میگم، ویدیو تو میدی، خفن تحویل میگیریم. من ولی برای خودم بچه‌ها حوصله ندارم ادیت کنم برای خودم. مثلا این ویدیوهای منو میبینید، من برای خودم حوصله ندارم، ولی وقتی یک کسی من خوب جز شماها کسای دیگه هم داشتم که بیان ویدیوهاشو برن من ادیت کنم براشون. الان در حال حاضر 2 تا پروژه دارم، 2 تا پروژه فیلم کوتاه دارم که 2 تا دوستان عزیزمون هستن، که از همشهریام 2 تا از همشهریامون هستن که ویدیوهاشون میدن به ما و ما براشون ادیت میزنیم. شما اگه میخواید از این استفاده کنید، حتما تو دایرکت اینستاگرامیمون بیاید و چت کنید که دیگه ان شاءالله ویدیوهاتون رو بدید من براتون ادیت کنم. البته اگه دوست داشتید. میگم الان 2 نفر خیلی راضی‌ان، من برای خودم زیاد حوصله ندارم، ولی برای دیگران چرا. دیگه بریم سراغ ویدیو. حاشیه‌تون بریم چی کنیم. من حساب کنید بچه این چیه الان اینا که تیرکمون دارن کوش تربیت منم. اخ چون برو گوسفند اخ چونم بالاخره گرفتمت. بودو بنیامین بودو. یا خدا یا ای گوسفند اخ چونم 2 تا گوسفند. بودو برو تو خونه. بودو هنگ نکن. اوه خدا رو شکرت در بسته شو داره. بذاری من اینجا رو بپوشونم که تیرکمون دارن یا بزنن ما رو بکشن. خب بریم اینجا تخت درست کنیم. وای یه دونه دیگه میخوام. نه خدا یه دونه گوسفند دیگه. خدای من برم بیرون یه دونه گوسفند دیگه بیا جلو چشما و 3 تا چوب میخوام. برم 3 تا چوب اوکی کنم. اینم بردارم. خدا جون شانس. چه شانسی جون. هنگ نکن. وای اخ جونم 3 تا اوکی شد. خب اینا 2 تا رو برم اینجا. حالا برم چوب بریم چوب پیدا کنیم. بودو بنیامین بودو. چند تا چوب میخوایم؟ 3 تا چوب. چوب بکن. همزه با این نکنم اون شمشیرمون تمام بشه دیگه قابیلا داریم. بکن سری باش الان میخورن میکشن اینجا دیگه. باید دوباره بری دهنت سرویس شد. بودو برو تخت. آخ جونم بالاخره تختمو دارم میسازم. تختو بسازم دیگه شبا نباید منتظر باشن تا چی کنن تا صبح بشه. چی شد؟ حواسم نبود. بزن اول اینا رو ترکیب کنیم. اینو برید اینجا، شما برید اینجا. شد 8 اوکی. اینم بیاد اینجا. حالا بریم اینجا. من تخت دارم. تخت دارم چترین تخت دارم بچه. آخ جونم تخت. بریم اینجا ببینیم چی هم میتونیم جور کنیم. بریم گلی بکنم اینجا. هنگ نکن. بوی دیدم. تلبیت کجا رفتی؟ خب
چیکار کنم بچه‌ها؟ اینو میکنم برم بالا ببینم این بی‌تربیت کجاست. برو پایین. وای چی شد؟ خدا لعنتت کنه. خب بچه‌ها فکر کنم باید ویدیو رو قطع کنم. فکر کنم باید ویدیو رو قطع کنم. خب الان تا اینجا چیکار باید کنیم دیگه؟ چیکار کردیم چیکار باید کنیم؟ الان تا اینجا یه تخت ساختیم، یه دونه از این جواب ساختیم، خونه ساختیم، در ساختیم، از این گلوگیاپیاوا داریم و یه دونه شمشیر داریم، 2 تا در داریم. بریم اینجا ببینیم دیگه چی داریم. خب اینجا هم گوشت داریم، درخت داریم و یه دونه چوب داریم. الان ببینیم غذا چقدر باید بخوریم. غذامون اوکی. خب اینا رو داریم. حالا باید چیکار کنیم؟ توی پارت بعدی ویدیو باید چیکار کنیم؟ پارت بعدی بچه‌ها باید خونمون رو ارتقا بدیم، مهماتمون رو بیشتر کنیم، ببینیم میتونیم چند تا استخون پیدا کنیم که اگه یه هاپو کوچیکی اومد نزدیکمون بتونیم اونو ما خودمونش کنیم. دیگه چیا می‌خوایم توی پارت بعدی؟ امنیتمون رو بیشتر کنیم، یعنی امنیت خونمون رو قوی‌تر کنیم، شمشیر باید برای خودمون پیدا کنیم و یه دونه بیل. این بیل مهمترین بخششه. یه دونه بیل برای خودمون پیدا کنیم که راحت بتونیم اجسام اینا رو بکنیم. خب توی این کارا رو قراره تو پارت بعدی انجام بدیم که اگه دوست داری پارت بعدی رو این کارا رو ببینی حتما کانالمون رو سابسکرایب کن و اون زنگوله‌اش هم فعال کن که تا پارت بعدی گذاشتم شما با خبر بشید دیگه. عاشقتونم بچه‌ها. دیگه همینجا ویدیو رو قطع می‌کنم. یه کاری برام پیش اومده. عشق من شما بچه‌ها، دوستتون دارم. یه بارون هم اشتی هم داره میباره. خدافظ. سابسکرایب هم کنید.